بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای روز. فریدم هاوس خواست فشار بالای خانواده های مخالفان قطع شود. سیدمومن یتیموف: نظرزاده ها، کبیری ها ابزار بازی های گئوپلیتیکی هستند. کمک مادی به اهالی از آفت آسیب دیده شغنان. نامه امام علی رحمان به بردی محمدوف پس از کمک ترکمنستان به ضرردیده های بدخشان. موقع بیشتری آژانسی ضد فساد نهاد زیرتابع رستم امام علی. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس مقرش در امریکا از بازداشت و بازپرسی پیوندان محیدین کبیری حزبی در تاجیکستان فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی اظهار نگرانی کرده است. این تشکیلات بین المللی روز 16 دکبر با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیک تقاضا کرده است که فشار علیه پیوندان فعالان سیاسی در کشور را قطع کنند. در این بیانیه از جمله گفته می شود که استفاده نزدیکان اعضای گروه های سیاسی همچون گروگان به خاطر خاموش کردن صدای اعتراضی این نقض حقوقی بنیادی است. دانیل کالینگایرد، اجرا کننده معاون رئیس این سازمان مدافعی از حقوق بشر گفته است که حکومت تاجیکستان باید فشار به نمایندگان مخالفین و فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و اعضای خانواده‌های آنها را پایان دهد. این در حالی است که نزدیکان محیدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان، روز 15 دکبر اساساً در شبکه‌های اجتماعی اعلان کردند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر پدر سالخورده‌اش طلا کبیروف با شمول چندی از پیوندانشان را نیز برای بازپرسی بردند. سیدمومن یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، حادثه‌های اخیر این کشور را جزئیاتی سیستم نقشه‌های بازیگران گئوپلیتیکی عنوان کرده است. این اندیشه او در نشریه دولتی جمهوریت به چاپ رسیده است. به نوشته او، بازیگران گئوپلیتیکی مشکلات منسوب به رفتارهای خیانتکارانه بعضی از گروه و افراد را پدیده منفی ظهورات صرف ملی نشان داده می‌شوند. دولت‌های مشخص در این سمت با وسیله‌های گوناگون منفعت خیش را عملی می‌سازند، ولی آقای یتیموف در این زمینه از هیچ دولت خاص نام نبرده است. او در حادثه‌های ماه سپتامبر که بیشتر با نام آشوب گنرال نظرزاده معروف است، محیدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی، و عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان را بازیچه عنوان می‌کند. اتهامات رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سیدمومن یتیموف دروغ محض و تهمت بر خانواده کبیری ها می باشد که آنها این برنامه قبلا طرحریزی شده را به خاطر بدنام کردن و سیاست ناسالم علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بردن را آغاز کرده بودند. تهمت بودن و ناسالم بودن این همه دلیل های آنها در آن است که خود آنها از طریق تلویزیون های دولتی اعلان کردند که سابق معاون وزیر مدافع عبدالحلیم نظرزاده مال و ملک و دارایی‌اش زیاده از 25 میلیون دلار را تشکیل داده است. منطق در کجاست وقتی که یک نفر 25 میلیون دلار دارد، اون همه 25 میلیون را وام گذارد تا مصادره اش کنند، ولی میآید سراغ یک گروه یا یک شخص تا به او 1 میلیون دلار بدهند. این همه اتهامات های بی منطقانه و بر دروغ می باشد که به خاطر خونسا کردن و بدنام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که یک حزب مردمی معتدل و صلح‌خواه و آزادی پرور است. رئیس کمیته امنیت ملی به جای آنکه وظیفه‌های خود را اجرا کند، خود بازیچه بازی‌های گئوپلیتیکی گشته تمام مقدسات ملی، دینی و مذهبی ملت تاجیک را زیر پا کرده، به جای امنیت مردم را تأمین کردن بر ضد ملت کار میبرد و مردم را هر روزه یکایک نفرانی که در این ملت یکم آبرو دارند، یکم مال و ملک دارند، آنها را به آبرو بدنام و با تهمت ها مال و ملک آنها را غصب کرده میگیرند. باز از امنیت ها حتی پیرمردان و پیرزن ها را زیر فشار میارند. آنها از هر وسایلی که نباشد یگان ارزش را قائل نیستند که صدر راه آنها باشد. آنها تمام کار را میکنند تا به هدفهای
خائنانه خود برسند. یکی از نزدیکان کبیری در مورد رسیدن خبری بازداشت به رسانه‌ها به طورنمای پیام گفته است بازداشت یکباره 10 نفر و بردن آنها با اتوبوس حادثه‌ای نیست که از چشم مردم پنهان ماند و اسمارتفون را نه تنها پیوندان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتی چوپان‌های دهه و خواننده‌های مکتب هم دارند که حتما بردن نزدیکان ما را دیدند. او گفته است برای پیشگیری از رسانه‌ای شدن خبر بهتر است اسمارتفون‌های کارمندان امنیت جمع کرده شود. رهبر کمیسیای حکومت اوید به برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه در ولایت مختاری کوهستان بدخشان، معاون نخست وزیر جمهوری عظیم ابراهیم روز 16 دکبر با اهالی دهه‌های بچور، مرج، آق محمد و راه نو ناحیه شغنان ملاقات کرد. چنانکه یک منبع در حکومت جمهوری در این رابطه اطلاع داد، با خلاصه از این واقعه عظیم ابراهیم بر رهبریت ناحیه دستور داده است که رویخط دقیق عائله‌های آسیب دیده از زمین لرزه ترتیب داده شود تا که به آنها آینده نزدیک کمک مادی رسانیده شود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای رسانیدن کمک جهت برطرف سازی عاقبت‌های زمین لرزه روز 7 دکبر به قربانگولی بیرت محمدov رئیس جمهوری ترکمنستان اظهار تشکر کرده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری کشور میگوید امامعلی رحمان در نامه عنوانی همتای ترکمنش از جمله گفته است قربانگولی ملیگولیویچ نهایت گرامی از اشخاباد با تأثیرات بزرگ از جشن عمومی خلقی بخشیده به 20 سالگی بی‌طرفی ترکمنستان برگشته ما درباره رسیدن یاری بشردوستانه به دوشنبه که با سپارش شما برای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در تاجیکستان روانه شده است با مینداری خبر یافتیم. این دستگیری برادرانه کمک خوبی در کوشش‌های برطرف ساختن عاقبت‌های زمین لرزه در ولایت بدخشان خواهد بود. کمک‌های جانبی ترکمنستان فوراً به ناحیه‌های از آفت طبیعی حصار دیده روانه شده برای احتیاجات اهالی ضرر دیده و همچنین کارهای تعمیر و برقرارسازی استفاده می شود. طوری که پیشتر خبر داده بودیم مشورت‌های سیاسی میان وزارت‌های کارهای خارجی تاجیکستان و ازبکستان که روز 17 و 18 دکبر پیش بینی شده بودند، اما برگزاری این مشورت با رازیگی طرف‌ها به هفته آینده موفق گذاشته شد. یک منبع از حکومت جمهوری در این باره خبر داد سببی به تأخیر افتادن مشورت‌ها بیشتر دقیق و صحیح‌تر آماده کردن روزنامه بررسی موضوعها در واخوری معاونان وزیران کارهای خارجی کشورها بوده است. در مشورت بررسی مسائل مهم و روزمره مورد توجه طرفین از جمله مسائل رشد مناسبت‌ها میان دوشنبه و تاشکند در بخش‌های اقتصاد و تجارت و نقلیات و کمیونیکاسیا، خطرهای هواپیمایی در نظر بوده میان جانب‌ها، همچنین اطراف مشکلات گلوبالی منطقه آسیای مرکزی، اتحاد دولت‌های مستقل، وضعیت در شرق نزدیک و افغانستان تبادل نظر صورت می‌گیرد. چند روز اخیر فعالیت دیپلماتی کشور یک کمی خوب به نظر می رسد. از پی نقشه واخوری مشورتی با نمایندگان وزارت کارهای خارجی ازبکستان، مسئولان شرکت‌های هوایی پاکستان و تاجیکستان در شهر اسلام آباد سازشنامه خدمات هواپیمایی را امضا کردند. هیئت تاجیکستان برابری محمد یوسف مسئولین شرکت هوایی این کشور با جانب پاکستان موضوع اتحاد خطهای نو پروازهای مستقیم در مسیر دوشنبه لاهور و دوشنبه اسلام آباد را بررسی کرده است. بنا به اطلاع خبرگزاری‌های پاکستان، مقامات شرکت هوایی این کشور از پیشنهاد جانب تاجیکستان استقبال کرده و این امر را در توسعه همکاری‌های تجارتی و رشد جهانگردی مهم ارزیابی کردند. با امضای یک فرمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان موقع آژانسی ضد فساد را که آن را پسر کلانیش رستمی امامعلی راهبری میکند بالاتر برده است. موافق این فرمان من بعد وزارت امور داخله، کمیته امنیت ملی، گمرک و دیگر مقامات عملیات خاراکتری ضد کروپسیونی داشته خود را باید با آژانسی ضد فساد هماهنگ کنند. یعنی من بعد فعالیت ضد کروپسیونی همه نهادها را آژانسی رستمی امامعلی نظارت خواهد کرد. هر یک عملیات فوری، جستجوی و تفتیشات پیشکی باید با این نهاد هماهنگ کرده شود. رستمی امامعلی نیمه ماه مارس با فرمان دیگر پدرش راهبری آژانسی ضد فساد تعیین شده بود. پیش از رسیدن به این مقام او به حیث سردار خدمات گمرک فعالیت کرده در سن 27 سالگی عنوان گنرالی کسب کرده بود.
بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.